دولت سفر شاعر و رهبر نشریات ادیب با نشر یک ویدیو خبر داد که یک مرد سخاوت پیشه 3000 عدد کتاب نشریات ادیب را خریداری کرده به مردم کتاب دوست تقدیم کرده است. هواداران سخن آزادانه کتاب‌های دلخواهش را از روی میز خیریه انتخاب کردند. خبر داده است دولت سفر. در ویدیو دیده می شود که مردم زیاد برای گرفتن کتاب‌های رایگان نوبت ایستاده از روی میز کتاب‌های خواسته‌شان انتخاب کرده ایستادند. دولت سفر این عمل خیر را تشبث عبرت‌آموز نامیده دهها نفر به همت آن مرد سخاوت پیشه و محض کتاب تقسیم کردنش به مردم را آفرین خواندند. در پاسخ به سؤال خوانندگان که این کار در کجا صورت گرفت، دولت سفر پاسخ داده است که در شهر راغون. نشریات ادیب بعد برابریش آمدن دولت سفر در شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان با مقصد ترغیب کتاب و کتابخوانی کاروان‌های فروش کتاب‌هایش را تشکیل می‌کند. بسیاری‌ها از این تشبث دولت سفر توصیف می‌کنند و می‌گویند او توانست بازار چند ده ساله سرد شده کتاب را در تاجیکستان از نو گرم کند و مطالعه کتاب را از نو به مود تبدیل دهد.